به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 14 از شیمی امیدو رو در خدمتون هستیم. جلسه قبل در مورد KSP صحبت کردیم. گفتیم که ما علاوه بر این که KSP رو داریم، میتونیم یه حاصل ضرب انحلال پذیری هم داشته باشیم و یه حاصل ضرب یونی هم داشته باشیم که در مقایسه با اون KSP متوجه بشیم که آیا ما رسوبی رو میتونیم داشته باشیم یا برعکس، نه تنها رسوب نداریم بلکه انحلال پذیریمون هم افزایش پیدا میکنه. خب یه دونه مثال حل کردیم، الان هم یه نمونه دیگه از این مثال ها حل میکنیم تا بیشتر با این مطلب آشنا بشیم. خب آیا در محلول 1000 مولار MgNO3 دو مرتبه چنانچه pH آن را به 9 برسانیم رسوب NGOH دو مرتبه تشکیل می شود یا خیر؟ درسته؟ خب همین که گفته رسوب تشکیل میشه یا نه، من دوباره متوجه میشم که باید من حاصل ضرب یونی به دست بیارم با KSP مقایسه کنم. خب خودش KSP MgOH دو مرتبه رو داده 8.9 ضرب در 10 به توان منفی 12. خب پس اون ماده‌ای که من KSP رو میخوام یا حاصل ضرب یونیش رو میخوام MgOH دو مرتبه هست. چرا؟ چون KSP این ماده رو داده. خب MgNO3 دو مرتبه این ماده خوش گفته 1000 مولار هست. حالا بعد از این هم استفاده میکنیم و حالا مطالبی که میخوایم رو برای حاصل ضرب یونی استفاده میکنیم ازش. خب منظورم این هست که من میتونم از این مولاریته غلظت Mg و NO3 رو به دست بیارم. درسته؟ همینجا توضیح بدم بهتره. در صورتی که اینجا من چی میخوام؟ غلظت Mg میخوام، غلظت OH هم میخوام. پس غلظت Mg رو از این عددی که بهم داده به دست میارم، غلظت OH هم از رو این pH. خوش گفته pH رو برسونیم به 9. من از رو pH میتونم غلظت H مثبت و از رو غلظت H مثبت میتونم غلظت OH منفی رو به دست بیارم. پس این که به دست آوردم به دست من راحت میتونم حاصل ضرب یونی رو به دست بیارم و با KSP مقایسه کنم. خب اولین کاری که من میکنم میگم pH رو داده 9. پس غلظت H مثبت من دیگه همون فرمول pH رو مینویسی دیگه، چون خیلی ساده بود و هیچ حالا عدد اضافه ای نداشت دیگه. من سریع غلظت H مثبت رو اینجا نوشتم 10 به توان منفی 9. شما میتونید از همون فرمول استفاده کنید. pH برابر است با منفی لوگ H مثبت، جای pH بذارید 9، H مثبت شما همین در میاد 10 به توان منفی 9. خب حالا از این فرمول H مثبت در OH منفی برابر است با 10 به توان منفی 14 استفاده میکنیم. H مثبت رو که بهمون حالا درش آوردیم، پس ما OH منفی رو حالا پیدا میکنیم. غلظت H مثبت 10 به توان منفی 9، OH منفی رو نداریم، برابر است با 10 به توان منفی 14. غلظت OH منفی میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که برای ما در میاد 10 به توان منفی 5. خب ما با همین یک کلمه‌ای که گفته بود pH رو 9 برسونیم، ما غلظت OH منفی رو به دست آوردیم. چرا؟ چون نگاه کنید من KSP MgOH2 رو دارم، پس حاصل ضرب یونی این ماده رو هم میخوام. درسته؟ پس من باید یکی یکیشون رو داشته باشم. خب غلظت OH منفی رو در آوردم. غلظت Mg هم الان توی اسلاید بعدی بهتون میگم. غلظت Mg رو هم شما از روی همون MgNO3 دو مرتبه که بهتون داده 1000 مولار راحت میتونید به دست بیارید. خب اینجا نگاه کنید MgNO3 دو مرتبه خب جز این نمک هایی هستن که الکترولیت قوی هستن، کامل تبدیل میشه به یونهاش، تبدیل میشه به Mg دوبار مثبت به اضافه 2 تا NO3 منفی. خب Mg دوبار مثبت و 2 تا NO3 منفی. حالا اینو بهتون داده 1000 مولار، چون ضریب این یکه، پس برای Mg هم که ضریب یکه میشه 1000 مولار، اما برای این میشه 2 تا 1000. البته من اصلا نیازی به NO3 منفی ندارم، اما چون داشتم غلظت اینو می نوشتم گفتم برای یادآوری غلظت این رو هم بنویسم که بدونید وقتی که ضریب شما تغییر میکنه حتما اون ضریب توی غلظت اثر داره. خب من غلظت Mg دوبار مثبت رو میخوام و چون ضریب این یکه اینم یکه با هم دیگه برابرن، پس غلظت Mg دوبار مثبت من میشه 1000 یا همون 10 به توان منفی 3. خب MgOH دو مرتبه بود دیگه، من حاصل ضرب یونی یا همون انحلال پذیری، این بعض وقتا من اشتباه میکنم از نظر حالا نوشتن، هم حاصل ضرب یونی هست، لطفا جای این انحلال پذیری همون حاصل ضرب یونی رو بنویسید. خب حاصل ضرب یونی گفتم فرمولش دقیقا شبیه به KSP، فقط اسم KSP رو نمیتونیم روش بنویسیم چون غلظت ها غلظت های تعادلی نیستن. پس میگم حاصل ضرب یونی برابر است با
mg غلظت mg در غلظت OH منفی به توان 2. من یه لحظه برگردم اسلاید قبلی. چون من دارم MgOH2 رو می نویسم، وقتی میخوام فرمول حاصل ضرب یونی یا همون KSP فرقی نمیکنه، فرمولاشون یکی رو بنویسم، میگم غلظت Mg در غلظت OH منفی به توان 2. درسته؟ چون وقتی تفکیکش میکنم 2 تا OH منفی دارم، به خاطر همین توی فرمول KSP هم می نویسم OH منفی به توان 2. خب شما حالا اگه من دیگه آخه تفکیکش رو ننوشتم، شما اگه دوست داشتید مثل همون حالتهای قبل بنویسید MgOH 2 مرتبه رفت و برگشت میدهد Mg 2 بار مثبت به اضافه 2 تا OH منفی. بعد حالا فرمول حاصل ضرب یونیش رو بنویسید. حالا من چون خیلی انجام داده بودیم گفتم که دیگه خیلی ساده است، به خاطر این براتون ننوشتم. خب غلظت Mg 2 بار مثبتی که من از اینجا به دست آوردم 10 به توان منفی 3. غلظت OH منفی رو هم توی اسلاید قبل در آورده بودن 10 به توان منفی 5. خب این به توان 2 داره، پس میشه 10 به توان منفی 3 ضرب داره. وقتی که دو تا توان پشت سر هم باشن در هم دیگه ضرب میشن. 2 5 تا 10 تا 10 به توان منفی 10 که کل جوابم میشه 10 به توان منفی 13. پس حاصل ضرب یونی من در اومد 10 به توان منفی 13. KSP رو هم که خود سوال بهتون داده بود 8.9 ضرب در 10 به توان منفی 12. خب کدوم بزرگتره؟ KSP. درسته؟ پس حاصل ضرب یونی که شما به دست آوردید کوچیکتر از KSP. خب این چه مفهومی میداد؟ طبق اون توضیحی که ما دادیم این رو میداد که از آنجا که حاصل ضرب یونی کمتر از KSP است، پس رسوبی تشکیل نمیشه. نه تنها رسوبی تشکیل نمیشه، بلکه یه مقدار از ماده جامدمون هنوز جا داره که وارد محلول بشه. درسته؟ پس من 2 تا سوال براتون حل کردم مربوط به همین حاصل ضربای یونیه. پس زمانی که توی سوال از شما پرسید رسوبی تشکیل میشه، رسوب تشکیل نمیشه، یا سوالی در این مورد پرسید، شما باید بدونید که باید حاصل ضرب یونی رو حالا به هر طریقی که بتونید غلظت‌ها رو به دست بیارید، حاصل ضرب یونی رو که به دست آوردید اونو با KSP مقایسه کنید و بعد به نتیجه برسید. اگه مثل این حالت حاصل ضرب یونیتون کمتر از KSP بود میگید که رسوبی تشکیل نمیشه، اما اگه مثال قبل حاصل ضرب یونیتون بیشتر از KSP بود میگید که رسوب تشکیل میشه. اگر هم که برابر بود که هیچی، میگیم که به همین حالت میمونه، نه رسوبی تشکیل میشه و نه رسوبی حل میشه. خب بریم سراغ اثر یون مشترک. اثر یون مشترک رو اگه یادتون باشه کامل توضیح دادیم تو قسمت فصل دوم که در مورد تعادلات صحبت می‌کردیم. اما اینجا هم در مورد اثر یون مشترک میتونیم صحبت کنیم و حتی میتونیم مسئله در موردش حل کنیم. خب من یه توضیح کلی میدم، بعد میریم حالا مسائلش رو حل میکنیم. اثر یون مشترک به تعادلات انحلال پذیری مربوط میشود. خب یعنی زمانی که ما تعادل داریم اثر یون مشترک رو میتونیم حالا در موردش بحث کنیم که بتونه تعادل رو جابجا کنه. مثلا حالا یه تعادلی که برای همون KSP میتونم بگم میشه BaSO4، حالا رفت و برگشتی به خاطر که حالا خیلی کم توی آب حل میشه، به یون هاش تبدیل میشه Bi 2 بار مثبت به اضافه SO4 2 بار منفی. خب حالا میگه افزایش یون سولفات از سدیم سولفات، یعنی اگه این در حال تعادل باشه، یعنی به تعادل رسیده باشه، من بیام و سدیم سولفات اضافه کنم. خب سدیم سولفات یه نمکی هست که خیلی زیاد توی آب حل میشه، تبدیل میشه به یونهاش که میشه 2 تا Na مثبت به اضافه SO4 2 بار منفی. خب نگاه کنید، من سدیم سولفات که اضافه کنم SO4 2 بار منفی یون مشترک پیدا میکنه با تعادلم. دقیقا مثل همون حالتی که ما توی فصل 2 گفتیم. یون مشترک وقتی تعادل پیدا میکنه با یونهای اون تعادلم، تعادل چه اتفاقی برش میفته؟ میگیم که غلظت SO4 2 بار منفی زیاد میشه. هر چقدر غلظت یه ماده زیاد باشه طبق اصل لوشاتوریه واکنش برمیگرده. خب واکنش که برمیگرده ما رسوب بیشتری داریم. درسته؟ پس این انحلال کمتر میشه و برمیگرده و رسوب بیشتری رو ایجاد میکنه. زمانی که داره برمیگرده Bi 2 بار مثبت هم با خودش مصرف میکنه. درسته؟ پس حواستون باشه اینجا Bi 2 بار مثبت غلظتش کم میشه. دقیقاً همون صحبتی که توی فصل 2 انجام دادیم. گفتیم غلظت این بغلی هم کم میشه چون این به تنهایی که
نمیتونه تبدیل بشه به اون رسوبه، بلکه باید مقداری هم بیا دوبار مثبت رو با خودش برداره و تبدیل کنه. خب برای اینکه من الان ثابت کنم این اتفاق میفته، باید چیکار کنم؟ یه مسئله ای طرح کنم و بگم مثلا در حالت عادی غلظت بیای دوبار مثبت چقدر هست و بعد مثل یه ماده مثل این اضافه کنم و بعد دوباره غلظت بیای دوبار مثبت رو به دست بیارم. اگه دیدم غلظت بیای دوبار مثبت کم شده، متوجه میشم که دقیقاً اثر یون مشترک وجود داشته. خب قبل از که بریم درست سراغ مسئله، من این قسمت رو بخونم براتون. افزایش یون سولفات از سدیم سولفات به محلول سیر شده باریوم سولفات موجب می شود که این تعادل به سمت چپ جابجا شود و غلظت BI دوبار مثبت نیز کاهش یابد و BaSO4 رسوب کند. درسته؟ همون صحبتی که ما انجام دادیم. خب بریم یه مثال. غلظت BI دوبار مثبت در محلول سیر شده BaSO4 در 25 درجه سانتیگراد برابر 3.9 ضرب در 10 به توان منفی 5 مولار هست. درسته؟ پس غلظت BI دوبار مثبت در حالت عادی، یعنی زمانی که ما هنوز هیچ یون مشترکی اضافه نکردیم، غلظت BI دوبار مثبت رو خودش بهمون داده و مقدار KSP برای BaSO4 برابر 1.5 ضرب در 10 به توان منفی 9. خب KSPش هم بهمون داده. حالا میگه غلظت BI دوبار مثبت را زمانی که به محلول سدیم سولفات یا Na2SO4 با غلظت 500 مولار اضافه می شود را حساب کنید. پس میگه غلظت BI دوبار مثبت من از اول بهتون دادم، اما الان شما زمانی حسابش کنید که من Na2SO4 به محیط اضافه کردم و 500 مولار هم اضافه کردم. خب شما میایید Na2SO4 رو تفکیک میکنید، میبینید که به Na مثبت تبدیل میشه و SO4 دوبار منفی. پس متوجه میشید که شما یه یون مشترکی با چی دارید؟ با اون BaSO4. خب وقتی که یون مشترک داشته باشید، من الان دیگه غلظت این رو راحت میتونم جای غلظت این استفاده کنم. KSP هم که داریم، پس راحت بیای دوبار مثبت برام به وجود میاد. خب ما غلظت Na2SO4 رو بهمون داده 500 مولار. خب من همون دفعه هم گفتم براتون وقتی که ضریب این یک باشه ضریب این هم یکه، پس هر مولاری که برای این استفاده کردیم برای SO4 دوبار منفی هم استفاده میکنیم. درسته؟ پس مولار این رو هم همون 500 اما این هم نوشتم 2 تا 500. البته اصلا نیازی به این ندارم، اما خواستم چون غلظت این رو می‌نویسم غلظت این هم بنویسم که براتون یه یادآوری بشه. خب پس من غلظت SO4 دوبار منفی و از روی همین نمکی که گفته به دست آوردم 500. پس جای این 500 میذارم، KSP رو هم که خودش بهم داده و راحت من میتونم بیا دوبار مثبت رو به دست بیارم. خب KSPش میشه بیا دوبار مثبت در SO4 دوبار منفی. هیچ توانی هم نداشتن یا هیچ ضریبی نداشتن که من بخوام به عنوان توان استفاده کنم ازش. خب KSP رو خودش داده 1.5 ضرب در 10 به توان منفی 9. خب بیا دوبار مثبت رو ندارم. SO4 دوبار منفی هم 500 بود که همون 5 ضرب در 10 به توان منفی 2 هست. خب غلظت بیا دوبار مثبت میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. جوابش به دست میاد 3 ضرب در 10 به توان منفی 8 مولار. خب الان من چه نتیجه‌ای میتونم بگیرم؟ طبق سوال خودش بهمون داده بود. میگه غلظت بیا دوبار مثبت در ابتدا 3.9 ضرب در 10 به توان منفی 5 بوده، یعنی زمانی که تعادل برقرار بوده حالت عادی غلظت بیا دوبار مثبت 10 به توان منفی 5 بوده. اما الان که من اثر یون مشترک ایجاد کردم، غلظت بیامو خودم در آوردم چی؟ 3 ضرب در 10 به توان منفی 8. شما توانا رو نگاه کنید، با هم مقایسه کنید. اول بزرگتر بوده بیا دوبار مثبت، بعدش بیا دوبار مثبت کمتر شده. پس همین به من ثابت میکنه که اثر یون مشترک باعث میشه که واکنش من به سمت برگرده به سمت رسوب. درسته؟ و کمتر انلال پذیری داشته باشیم. خب اینجا توضیحش هم دادم دیگه. در اثر یون مشترک غلظت بیا دوبار مثبت کاهش می‌یابد، پس مشخص است که با وارد شدن SO4 دوبار منفی با عنوان یون مشترک واکنش برمیگردد و غلظت بیا دوبار مثبت کاهش و غلظت BaSO4 افزایش می‌یابد یا اینکه رسوب ایجاد می‌شود.
یه مثال دیگه هم حل کنیم. گفته در محلولی که نسبت به هر یک از دو جزء mg دوبار مثبت و NH3 500 مولار است، چه غلظتی از NH4 مثبت حاصل از NH4Cl لازم است تا از تشکیل رسوب MgOH دو مرتبه جلوگیری شود؟ خب نگاه کنید، تقریبا میتونم بگم با خوندن صورت این سوال اصلا متوجه نمیشید چی لازم داره. خب من یه راهکار اینجا بهتون میدم، زمانی که اصلا متوجه نمیشید چه سوالی، چون خیلی زیاد هست توی این قسمت ها، تقریبا متوجه شدن سوال سخته. حالا به خصوص حالا این موردی که الان من براتون خوندم، بقیه موارد تقریبا آسون بود، یعنی مشخص بود چه داده‌ای بهمون داده و چه داده‌ای ازمون میخواد. اما اینجا رو نگاه کنید، اومده بود دو تا جزء بهتون مولاریتشو داده، یکی Mg دوبار مثبت، یکی NH3. خب این که مشخصه. بعد گفته چه غلظتی از NH4 مثبت، یعنی جوابی که شما باید به دست بیارین یه غلظتی از NH4 مثبت بعد بهش بدید، درسته؟ خب میگه این NH4 مثبت از این ماده در اومده، از این ماده به وجود اومده تا از تشکیل رسوب MgOH دو مرتبه جلوگیری شود. خب ببینید دو تا داده خودش بهتون داده، یکی KSP MgOH دو مرتبه رو داده، حالا یه عددی داده، یکی هم کای NH3 رو بهتون داده. خب بهترین راهی که شما میتونید استفاده کنید در این جور مسائل، با توجه به KSP و کایی که بهتون داده بیاید و تفکیکاتون رو انجام بدید. خیلی راحت تر بعد میتونید تصمیم بگیرید که چطوری مسئله رو حل کنید. مثلا الان چیکار کنید؟ مثلا گفته KSP MgOH دو مرتبه دیگه. خب بگید شما ما یه MgOH دو مرتبه داریم، حتما رفت و برگشتیه. چرا؟ چون KSP براش داده. خب بیاین تفکیکش کنید، میشه Mg دوبار مثبت به اضافه 2 تا OH منفی. خب بیاید KSP رو هم براش بنویسید. KSP میشه فرمولش چی؟ Mg دوبار مثبت در OH منفی به توان 2. خب ما اینو نوشتیم. بعد اومده یک کای NH3 داده. کا شبیه به فصل 2 هست که ما در مورد حالا اسید و بازهای ضعیف صحبت میکردیم. این الان منظورش اون هست. خب NH3 مگه چه اتفاقی براش میفته که من میتونم براش کا یا ثابت تعادل بنویسم؟ خب NH3 من میدونم باز ضعیفه، وقتی با H2O مخلوط میشه میتونه راحت چی به وجود بیاره؟ برای من یه تعادل به وجود بیاره. تعادلش چون بازه میاد هیدروژن رو میگیره، خودش میشه NH4 مثبت، این آبه میشه چی؟ OH منفی. خب من میتونستم برای این ثابت تعادل بنویسم، یا همون کای NH3 برابر است با اون فراورده ها رو توی صورت می نویسم، غلظت NH4 مثبت در OH منفی به روی NH3. خب چرا H2O رو ننوشتم؟ فصل 2 براتون گفتم چون H2O غلظتش ثابت هست، من به هیچ عنوان غلظت H2O رو وارد اون ثابت تعادلم نمی کنم. خب این رو هم نوشتم. خب حالا چه داده هایی بهم داده؟ غلظت Mg دوبار مثبت و غلظت NH3 رو هم بهم داده چی؟ 500 مولار، درسته؟ خب نگاه کنید، من گفتم چی لازم دارم؟ غلظت NH4 مثبت رو میخوام، درسته؟ این دو تا عدد رو با که بهتون داده، کاها رو داده. خب بیایم از پایین حساب کنیم. من غلظت این میشه مجهولم، خب این معلومه. NH3 هم که خودش بهم داده. OH منفی رو چیکار کنم؟ OH منفی رو از این به دست میارم. خب اگه OH منفی رو از این به دست بیارم بذارم اینجا، اینو هم که دارم، اینم که دارم، فقط غلظت NH4 مثبتی که ازم میخواد هست. خب برم ببینم میتونم OH از اینجا به دست بیارم. خب اینو بررسی کنم. KSP رو که بهم داده، غلظت Mg دوبار مثبت هم بهم داده، بله من میتونم راحت OH منفی رو اینجا به دست بیارم بذارم اینجا و راحت حالا اون چیزی که ازم میخواد NH4 مثبت رو من به دست بیارم. پس نگاه کنید، زمانی که یه مسئله اینجوری بهتون میدن، حالا به خصوص مسائلی که به این حالت هستن و تقریبا یکم سردرگم میشید برای جوابش، به این روشی که من رفتم حتما عمل کنید، خیلی راحت تر میتونید به جواب برسید. پس هرچی اطلاعات بهتون داده رو بنویسید، به خصوص اطلاعاتی که به عنوان ثابت تعادل و KSP بهتون میده. خیلی راحت بیاد این دوتا رو بنویسید و از روش راحت تر میتونید تشخیص بدید که چه مواردی رو باید چیکار کنید. خب همین توضیحاتی که دادیم رو ما حالا توی اسلاید بعدی براتون کامل به دستش میارم. خب گفتیم که KSP میشه Mg دوبار مثبت در OH منفی به توان 2.
کاسپی رو خودش داده 8 و 9 دهم ضرب در 10 به توان منفی 12. خب غلظت ام جی دوبار مثبت هم که خود سوال داده بود 5 صدم ضرب در او اچ منفی به توان 2. او اچ منفی به توان 2 میشه تعریف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. او اچ منفی بعد جذر میگیرید ازش. او اچ منفی به دست میاد 1 و 3 دهم ضرب در 10 به توان منفی 5. خب او اچ منفی رو از این به دست آوردیم. حالا بذارم توی این فرمول. کای NH3 رو خود صورت سوال داده 1/8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب NH4 مثبت هم که به عنوان مجهول بود ندارم. OH منفی هم که از اینجا به دست آوردم 1/3 ضرب در 10 به توان منفی 5. غلظت NH3 رو هم که مثل Mg بهتون داده بود 5 صدم، همون 5 صدم یا 5 ضرب در 10 به توان منفی 2. غلظت NH4 مثبت که من دیگه کامل نوشتم، شما میگید غلظت NH4 مثبت طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که جوابش در میاد 6 و 9 دهم ضرب در 10 به توان منفی 2 مولار. غلظت NH4 مثبت رو ازمون میخواست که ما هم به دستش آوردیم. بریم یه سوال دیگه حل کنیم. من سعی میکنم انواع سوال‌ها و مثال‌ها رو حل کنم که حالا دیگه ما هر جوری مثال بیاریم چرا تو امتحان دیگه شما مشکل نداشته باشید. خب این مثال میگه محلولی نسبت به هر یک از دو یون Cl منفی و CrO4 دوبار منفی 1/10 مولار است. پس اومده غلظت دو تا از آنیون ها رو بهم داده، Cl منفی و CrO4 دوبار منفی. چنانچه به این محلول به تدریج AgNO3 جامد بیافزاییم، کدامی که از دو نمک AgCl و یا Ag2CrO4 اول رسوب می کنند. پس میگه ما یه ظرف داشته باشیم هر دوی این آنیون ها رو با 1/10 مولار توش داشته باشیم. بعد حالا به تدریج AgNO3 بریزم. AgNO3 چی میشه؟ میشه Ag مثبت NO3 منفی. خب نگاه کنید، آجی مثبت هم میتونه با Cl منفی تولید AgCl کنه که خیلی کم محلوله، هم میتونه با CrO4 دوبار منفی تولید Ag2CrO4 کنه که اینم خیلی کم محلوله تو آب. درسته؟ خب حالا از ما پرسیده اگه من به یه اندازه از این آنیون ها داشته باشم، به نظرتون AgNO3 که دارم میریزم توش اول AgCl ایجاد میشه یا اول Ag2CrO4؟ کدومش اول رسوب میکنه؟ حالا هم گفته فرض کنید که افزایش AgNO3 موجب تغییر حجم نمیشود. این کارمون رو راحت تر کرده که نمیخواد دیگه بیایم M1V1 استفاده کنیم، میگه تغییر حجمی انجام نمیشه. خب تنها چیزی که بهمون داده کاسپی AgCl هست که بهمون داده و کاسپی Ag2CrO4 هست که هر دو رو بهمون داده و غلظت این آنیون ها. خب ما برای این کار باید بیایم غلظت Ag مثبت رو برای این به دست بیاریم برای AgCl و برای این رسوب Ag2CrO4 هم غلظت Ag مثبتمون رو به دست بیاریم. وقتی این دوتا غلظت به دست اومد، حالا من میگم چطور باید مقایسه کنید که کدوم یک سریعتر رسوب میکنه. خب اومدم همین کار انجام دادم برای AgCl رو اینجوری پشت سر هم انجام دادم، برای Ag2CrO4 هم اینجوری پشت سر هم انجام دادم که جواب نهایی برسم. خب AgCl میداد Ag مثبت به اضافه Cl منفی. Cl منفی که خودش داده 1/10 مولار، من غلظت Ag مثبتم رو ندارم. KSP رو هم که بهم داده، پس میگم اول KSP فرمولش رو مینویسم، میشه Ag مثبت در Cl منفی. جای KSP همون مقداری که خودش بهمون داده 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 10 رو میذارم. Ag مثبت رو میخوام به دست بیارم. Cl منفی هم که خودش داده 1/10. Ag مثبت میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، در کل در میاد 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 9 مولار. خب بیام برای Ag2CrO4 هم همین کار رو انجام بدم، غلظت Ag مثبت هم در بیاد. خب Ag2CrO4 میشه 2 تا Ag مثبت به اضافه CrO4 دوبار منفی. خب کاسپش هم که می‌نویسم میشه غلظت Ag مثبت به توان 2 چون ضریبش 2 در غلظت CrO4 دوبار منفی. خب کاسپی این رسوب رو هم بهمون داده بود 1.9 ضرب در 10 به توان منفی 12 برابر است با غلظت Ag مثبت به توان 2
ضرب در چی؟ 1/10 که همون غلظت CrO4 دوبار منفی مونه. خب غلظت آجی مثبت به توان 2 میشه تعریف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که میشه 1.9 ضرب در 10 به توان منفی 11. البته این آجی مثبت به توان 2 هست. خب برای آجی مثبت از این عدد جذر میگیرم. جوابم در میاد 4.4 ضرب در 10 به توان منفی 6 مولار. خب الان همون کاری که گفته بودیم باید آجی مثبت رو به دست بیاریم، توی هر دو من آجی مثبت رو به دست آوردم. خب الان چجوری باید توجیه کنم؟ با توجه به غلظت آجی مثبت هم کدومش زودتر رسوب میکنه؟ خب نگاه کنید، من توضیحشو نوشتم. در هر کدام که غلظت آجی مثبت کمتر باشد از نظر عددی، مثل این منفی 9 این منفی 6، در هر کدام که غلظت آجی مثبت کمتر باشد بدین معنی است که محلول زودتر به این غلظت میرسد، پس سریعتر رسوب میکند. در نتیجه آجی مثبت در آجی CL کمتر از آجی 2CrO4 است، پس سریعتر رسوب میکنه. پس میایین چیکار میکنید؟ میایید زمانی که آجی مثبت ها رو در آوردید ببینید کدوم مقدارش کمتره. هر کدوم مقدارش کمتر بود اون سریعتر رسوب میکنه. چرا؟ چون شما دارید آجی اضافه میکنید، یه قطره قطره آجی داره غلظتش زیاد میشه. هر کدوم از اینا که به آجی کمتری نیاز داشت که رسوب کنه اون سریعتر رسوب میکنه. الان برای آجی CL من اینقدر آجی هم داشته باشم فوری رسوب میکنه، اما برای آجی 2CrO4 باید این مقدار آجی داشته باشم تا رسوب کنه. خب مشخصه دیگه، من به این مقدار کمه زودتر میرسم تا به این مقدار. پس آجی مثبت توی هر کدوم مقدار کمتری داشت اون زودتر رسوب میکنه، که توی اینجا آجی CL هست مقدارش خیلی کمتر از این یکیه، پس آجی CL زودتر از آجی 2CrO4 رسوب میکنه. خب این قسمت رو هم بگیم چون که ربط داره به همین مثاله. حالا میگه در مثال قبل زمانی که تشکیل رسوب آجی 2CrO4 شروع میشود غلظت یون CL منفی چقدره؟ نگاه کنید، میگه ما گفتیم آجی CL زودتر رسوب میکنه دیگه، درسته؟ حالا میگه کار ندارم، زمانی که آجی 2CrO4 اون زمان رسوب میکنه غلظت یون CL منفی شما تو آجی CL میگه چقدره؟ خب من اول چه موقع آجی 2CrO4 هم رسوب میکرد؟ زمانی که آجی مثبت من 4.4 ضرب در 10 به توان منفی 6 بود. برگردم اسلاید قبلی، چه موقع این رسوب میکرد؟ زمانی که آجی مثبت من باشه 4.4 ضرب در 10 به توان منفی 6. خب پس این زمانی که آجی مثبت من این مقدار باشه زمانی که میگم آجی 2CrO4 شروع به رسوب کردن میکنه، درسته؟ خب پس این آجی مثبتم رو میذارم اینجا، کاسبه آجی CL هم دارم، ببینم زمانی که آجی من این قدر میشه CL من چقدر بوده یا چقدر میشه، درسته؟ خب پس جای آجی مثبت میذارم 4.4 ضرب در 10 به توان منفی 6 ضرب در CL منفی رو ندارم، کاسبه آجی CL هم که 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 10 هست. CL منفی در میاد طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، جوابش در میاد 3.9 ضرب در 10 به توان منفی 5 مولار هست. خود سوال ازمون خواسته، میگه زمانی که این شروع میکنه به رسوب کردن این غلظتش چنده؟ خب چه موقع این شروع میکنه به رسوب کردن؟ موقعی که غلظت آجی مثبت به این حد برسه. پس همون حد رو میذارم توی آجی مثبت، CL رو که به عنوان مجهولمه، KSP رو هم که دارم، غلظت CL منفی من به دست میاد. خب تا همینجا کافی هست برای این جلسه. انشالله جلسه آینده ادامه مبحث رو در خدمتتون هستیم. خدا رو شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.